سلام، یوسفی هستم از شرکت پتروگرایش. شما رو به دیدن این ویدیو دعوت میکنم. لوله برق گالوانیزه سرد یکی از انواع لوله های برق فولادی است. عملیات گالوانیزه در این نوع لوله ها به روش الکترولیز صورت میگیرد. در این روش پوششی از فلز روی به ضخامت 5 میکرون بر روی لوله ها قرار میگیرد. لوله برق گالوانیزه سرد به سرعت خشک شده و به رنگ خاکستری در میاد و در صورت تمایل میتوان آنها را رنگ کرد. عمر مفید لوله های گالوانیزه سرد به طور میانگین در محیط های بدون رطوبت 8 سال است. این لوله ها در پروژه های اجرایی در محیط های بسته به منظور حفاظت از کابل ها و سیم ها به کار می روند. یکی از بهترین راه‌های تشخیص لوله برق گالوانیزه سرد نسبت به لوله های برق گالوانیزه گرم توجه به ظاهر آن است که در واقع لوله های فولادی گالوانیزه سرد به دلیل نوع عملیات گالوانیزه براق‌تر از لوله های گالوانیزه گرم هستند. ممنون از اینکه با ما همراه بودین. به امید دیدار. پتروگرایش.